شادیانه 6 سال دارد و او هر هفته از مادر بزرگش مریم بیبی علیوه خواهش میکند که او را به تماشای باغ نو ساخت پایتخت ببرد تا کمی مثل بچه های دیگر دلخوشی کند. مریم بیبی علیوه میگوید که خواهش کودک باید اجرا شود تا دلش نشکند و خود را از بچه های دیگر کمتر نبیند. وقتی که در رکلام ها را میبینیم تلویزیون بعد میگه که بیا مرا پر در بیا مرا سیر در مون گوی امیر رویز شادیانه ده اجرا میکنیم پادشاه شادیانه ده باید ما اجرا کنیم پس عصبی کودک خراب کردن رو میخواهیم همین چیزی کودک بود باید ما بکنیم. شادیانه که از دیدن بازی‌های پر از ارغنچک و الوانچک و اسپک چشمانش برق میزد میخواست همه آنها را یک یک بسنجد. او اول در قطار سوار شد و بعداً در ماشینچه های بچگانه نشست. گشتگذار مادر بزرگ و تفریح نبیره در یک چند دقیقه برای آنها 70 سومانی قیمت داشت و اگر شادیانه باز هم پافشاری میکرد احتمالاً مریم بیبی علیوه از نفقه 1 ماهه اش خلاص میشد. میرزا نوریدینوف ساکن پایتخت تاجیکستان یک پسر دارد و در خانه هم یگانه کارگر است. او در یکی از ساختمان‌های پایتخت کار میکند. نوریدینوف میگوید با آنکه هیچ چیز را از پسر یگانه اش دریغ نمی‌دارد اما میگوید که خرج تا 150 سومانی برای سیاحت 1 ساعته کودک در باغ پایتخت برایش گرانی میکند. حال آنکه معاش حداقل در تاجیکستان 250 سومانی و معاش میانه 918 سومانی معین شده است. اتراکسیونش نه وایش صفتش نقده یک نرخش بالاتر است. اصلا نرخش 12 سومانی 15 سومانی تا 24 سومانی است. تقریبا روزای ممکن 40 بار ایدو بار میکنم استراحت کردن. باغ پایتخت معمولاً خیلی سیر آدم است. اتراکسیون های نو که بر پایه تکنولوژی های جدید ساخته شده اند باغ را در نظر کودکان جذاب تر می کنند. تعداد مهمانان پایتخت در روزهای عید تا 50,000 می رسد. مسئولین میگویند این روزها استثنایی هستند. درآمد این باغ گوناگون بوده بیشتر به تعداد استراحت کنندگان وابستگی دارد. می شود که فراغت خوبی داشته باشند اما این گونه استراحت نه به هر یک ساکن دوشنبه یا تاجیکستان با این ارزش میسر می شود. در بعضی روزها می شود که 1,500 نفر ساکنان وارد می گردند و این باغ از حساب آنها از 15 تا 16,000 سومانی درآمد می بیند. بعضی روزهای دیگر این درآمد از 5 تا 8,000 سومانی را تشکیل می کند که این هم به باد و هوا وابستگی دارد. از طرف دیگر اساسی درآمد به تعداد مشتریان که وارد این باغ می شوند وابسته است. در روزهای عید شماره آنها از 40 تا 50,000 نفر می رسد. به این باغ پیش از همه مهمانان و ساکنان می آیند. برای استراحت کودکان و نورسان باغ‌های دیگر نیز فعالیت می‌کنند از قبیل باغ قدیمی کلی کمسمال که مکان تفریح و استراحت نسل‌های گذشته تاجیکستان بود. این باغ با جایگیر بودن در نزد هتل 5 ستارگی حیات ریجنسی و کاخ نوروز باز هم جذاب‌تر می‌نماید اما به فرق از باغ پایتخت بازی‌های زمانوی ندارد. این است که تعداد خواهشمندان سیاحت در باغ کلی کمسمال زیاد نیستند. این روزا با کمی 200 300 تا 500 نفر را خیلی به نظر میرسیدگی شما باید میکنن به نظر ورودی باغ میشوند در یک روز. در دوشنبه برای تفریح کودکان 2 باغ استراحتی باغ فردوسی و کلی کمسمال از زمان شوروی میراث ماندند که آنها نیز از بودجه شهرداری نگاه و بین میشوند. اما کودکانی که در عصر 21 با آیپد و آیفون بزرگ میشوند میخواهند به مثل قهرمان‌های دوست داشته‌شان خود را در دیسنی لند احساس کنند و برای رسیدن به خواهش برای آنها فرق ندارد که جیب پدر چقدر پول دارد.